بعد با برادر جمشیدی که بو مرا برادر میگه یا که جاویدش میگه، من او برادر نمیدونم به کدام خاطر. به خاطری که من یگون بار نومش نمیگرفتم، این اخیر نشید میگم میبرویم میگه 4 تا کچک داری یا که سگ داری. مردم اینمی مرا گوش کنن که والله بالله تعالی قسم به همین هونیسیه که اگر مرا یا که اقبال یا که کبیر یا که فرق نداره کدام مخالفی که مرا یا نه که قفای مرگ میگن که میام موبایل چیدا میدروه، من موبایل اون قصه ندارم. خیرون گم ما دیگه استاد هم خیلی باشه، اگر ما دیگه درآمدنی ما یگون فایده نیست به خاطری که همه جای خیلی. بعد برادر از اشور حسین میبروی میگوی که جایگاه نداری. جایگاهی که ما دارم با فکر ما که در تمام پیش مخالفا و برادرها ممکن اون جایگاه را خودت نداشته باشی. او تا که ما احترام دارم در پیش مردم، در پیش مخالفا ممکن خودت نباشی. ما اکریتی میگم، مرا نگو که تو جایگاه نداری به خاطری که یگون گروه دا نمیدونم به همون خاطر. اگر که پیش جمشیدی بز می اومدم یا پیش جمشیدی جو بوده که نو دیگریش می اومدم، خیلی دیگه گبت که من میگم پیش و اومدم، ما پیش برادرای دستای نگفت اومدگیم. من میگم من میبرم درباره جمشید و منوچهر بخشش، درباره جمشید و جاوید که همین انسانا میبروید بس که نام مرا نگی دیگه. تو توش تو تمت کده سای بولوی مو. تو اگر جمشید اگر تو مردک باشی دستای نی باشی تو خطا نیتری میگوی من دندان بشکنم، تو یکمش که نمیرفتی در نسبت ما و الماز و در نسبت مثال فراد زیاولنی نمی نویستی در پلیس نویستی چیکار کرد؟ ما یگون کاری جنایت کردیم. تو که کثافتی که التر که مثال در زمینو خطا بشکی مایجا چیگنو دارم اوجا در کامرای دلبایو بیا کی جمشید اوجا در کامرا بود همه چی هست. تماد نک مایل تماد هم کنی بیگذار ما در نزد قانون اگر گناهگار باشیم ما جواب میتیم. اگر گناهگار باشیم نه که گناهگار نیستیم تو دیگر برای کلی مخالفو دستای نیستی. برای که تیا بزی آدمی که اگر رفت زیاولنی نویست او آدم برای کلی همین انسانایی که مرد بچه‌ای که مثلا چون مرد میگن فرق نداره، او برای و یک تیا ضعیف آدمی. جمشید تو یا ضعیفی که نم خیلی پسلنی گفته گپون همو ترسوی کی تو به خاطر که تو بز نسم هم دلی بزی تا دکازت کردی. جمشید بز نیست، جمشید احمقه. چخل بز نیسته تو چخل بز نیسته که مردک برا وقتی زیاولن ایمه دانسبت جمشید استفادهش میبرن. جمشید استفادهش میبرن. گوش که رحمت الله یا آدم بزه یا آدم استفادهش میبرن دیگه پا فرق. یا آدم احمقه اینا مثلا ایش میگره تو فوتبالش میکنه اینجا استفادهش میبرن اینجا استفادهش میبرن رنگی خیلی دیگه فهمیدی چی یکم سی او جویدون بزی رسمیه او جویدون جاوید دکومنتال نه که جمشید خوش جاویده. جمشید در پیش ما چندین کسا فروختگی های ایش در ما در روسیه در مجو در پیش ما فروختگی مردم مال فروختن روسیهش اوکی در اینجا اومدگی نسبت برادراش که برآمده زیاوله نویسگی در پلیس اوانی مبارز مانی مبارز نخوا مبارز بخزه برادر خش دمی اولاد. اگر ما گناهگار میشدیم دعوت میکرد مرا دعوت میکرد میگو برادرش ما ناقدین یا کی نکردین. الله هدایت کنه برادر احمد سلامت. بعد یک چیز دیگه میگم آخران سخنم کسی که اگر نمی جمشید قتی میبینمش فهمیدیم برادر مبارزه اگر که نمو جای ما خفه شوه که برای چی قتی ما سلام نکردی میگم یک آدمی که قتی آدم زپدلو گپ زدن ده تا قتی هم آدم یک میسو گپ زپدلو شتگی ما هم تر زپدلو میستم پیشت بیام. یک دیمش که کدام آدمی که جمشید هم خیلی مثال یک گپ نشون میده چی مثال گپ پرووکاسیا نسبت مخالفا همین مثال گپ چیش میکنه کو همین کو اگر حل باید که نمو تو گوارگی شکو ما دشمو نمیکنم و همین کل مخالفا او آدمی که همین را کسی اگر پرووکاسیا میکنه همین جمشیده یا که یک چی میکنه اگر یا که مرم اگر یگون کس یا فرق نداره کام مخالفی اگر پرووکاسیا که باشه برامش نسبتش گپ باشم مرم همچون این معنی برای که من توضیح باید خطاب دیگه همجا برای همه مخالفا دارم. کسی که رابطه بین همین جمشید داره با جاویدان داره فرق نداره نهضتی 24 لبویش شما اوارژنی نداره در پیش من حرمت نداره. بعد وقتی که همین 2 نفر اینام شما سو استفاده میکنن
بعد من یگان کار کردم و شما نگه که برادر الماس سبب در چی بود که یه بار پیش شما نگذاشتی. من دکازات ها دارم که جمشید بزای، جاویدان بزای. من نمیخوام گپی زیاد بزنم. این آدما بزن، من در بالا اینا کار کرده شدم. انشاءالله که میبینه بر روزای نزدیک چی گپ میشوه. به خدا قسم دروغ نمیگم. زوره داره امروز. این هم جمشید همه چیزاش هست. تلفن موزی последнее время автоматизм запись می‌نگپوره. زوره میکنه که بیا صلح کنیم. من او آدمی که من چه ای زن ای خواهر ای مادر ای دین ما قرات میکنم، من قطعی او آدم صلح نمیکنم یگان محل. من تا آخر میرم میبینیم که چه تهمت داره تیپا ما تلفنی و گرفتم. من در تلفن تو فالو نکردم. تلفن تو چیه آخه نمیدونم چی داشته و من به خدا نمیدونم تلفنش چی مدل بود. تو در کازال کی ما تلفن تا گرفتم، من مردکم دو تا آیفونت میخرم. من ندیدم من تو دیت بانگی تو اراخری تو یک دزدی چخه من یک سیتره میگیرم. ولی انشالله بر روزای نزدیک معلوم میشه. برای اکسپرتیز اسپورت دیوانه ایت تو باید اروی دیوانگی دکمنت بگیری در اروپا. اروی مبارزید نه، تو مبارز نیستی، شیطانی کرده در بین 24 نهضت گشتی. پروسا لیتسوی ترا خوب نمیشناسن این آدمو. مردم خطاب من همینه که کسی که قطعی همین آدم رابطه داره با پگه یگان گپشید خفه نشه. این آدم بزای این دوری بجویه برای شما را خوبه. من تا جایی میدونم با گپ که بچهای 24 قبولش کرده گیرن. قبولش کرده باشن دیگه دستمون میتکیم طبق آیین‌نامه 24 رفتار میکنیم. خط رابطه سیاسی یگان گپ نیست.